یه برنامه به اسم عشق ابدی داره. با اسم عشق ذهن ما رو با نفرت، کلیشه و شاید زردترین محتواها پر میکنه. سازنده این برنامه شاید بخواد با این برنامه دل ما رو ببره، ولی آیا داره فرهنگ ما رو نابود میکنه؟ بیاین با هم بریم پشت پرده عشق ابدی. هلو، چطورین؟ به یه پادکست اینجا خودمونیه دیگه خیلی خوش اومدین. اگه دارین الان این ویدیو رو میبینین، باید بهتون بگم که احتمالاً یا عشق ابدی رو دارید میبینید یا توی اینستاگرام، یوتیوب تیکایی ازشو دیدید و میدونید که داستان از چه قراره. یه برنامه‌ای که اسمش نرمه، عاشقانه است، اما اون چیزی که تو مغز ما به جا میذاره خیلی سنگینه، خیلی زرده، خیلی خطرناکه. امروز نمیخوام فقط یه نقد ساده و سطحی ازش بکنم و رد شم. امروز میخوایم بریم پشت پرده عشق ابدی، ببینیم دقیقاً داره با ذهن ما چیکار میکنه و الان که داریم میبینیمش و همون اول ویدیو هم گفتم میلیون بهش ویو میدیم، بعداً قراره این میلیون ویوها دامن خودمون رو بگیره. هم نت دادیم، هم زمان دادیم، آخرش هم قراره به مشکل بخوریم. داستان چیه؟ بریم پشت صحنه‌اش ببینیم داره چیکار میکنه با ذهنمون، با احساساتمون، با باورامون. چرا انقدر زود پخش میشه؟ چرا انقدر ویو میگیره؟ چرا مردم با اینکه خوششون نمیاد بازم میبینن؟ چرا انقدر زود وایرال میشه؟ بخش اول بازی با روان ما. یه چیزی که باعث میشه با اینکه خیلی از این برنامه، از سازندش و از هیچ کدوم از شرکت کننداش خوششون نیاد ولی بازم ادامه بدن به دیدنش و هی به صورت ویروسی قسمت بعد رو ببینن، همینه که این برنامه داره با روان ما بازی میکنه. حالا چطوری؟ برنامه با اسم عشق وارد میشه، اما خیلی زود میفهمی که خبری از عشق نیست. اینجا عشق یه نمایشنامه است، یه نمایشنامه پر از سکانس‌های پر گریه، پر فریاد، درگیری، خیانت، رقابت، هر چیزی جز عشق و البته کلیشه زیاد و دراما. چیزی که ذهن ما حتی اگه سالم‌ترین آدما باشیم میفته تو منجله به تماشا کردنش و پیگیری کردنش. اما چرا جذبش میشیم؟ بهتون گفتم چون ذهن ما عاشق درامه، عاشق تعلیقه. وقتی یه دختر مظلوم رو میبینی که وسط برنامه تحقیر میشه، خودتو میذاری جای اون و باهاش همزاد پنداری میکنی. یه موقعی، یه جایی، یه ضربه‌ای، یه همزاد پنداری باعث میشه اون ویدیو رو ببینی، جذبش بشی، بخوای ببینی چی میشه. وقتی یه پسر خیلی خونسرد با غرور میگه تو لیاقت منو نداری، تو خاطره شما یه زخم زنده میشه، یه خاطره، یه چیزی که باعث میشه خودتون رو تو اون موقعیت ببینید و بگید این منم و باعث بشه ادامه بدید به دیدن اون برنامه. و اینو بدونید که همه اینا از قبل برنامه ریزی شده است. اون موقع تو دیگه تماشاچی نیستی، تو دقیقاً یه بازیکنی و وارد اون بازی شدی. دومی موضوع، شرطی سازی احساسات. روانشناسی رسانه میگه اگه یه مفهوم رو بارها توی موقعیت احساسی ببینی، توی ویدیو، رسانه، هر گونه مدیای احساسی ببینی، اون مفهوم برات به عنوان یه باور جا میفته. عشق اینجا فقط به معنای رقابت، خودنمایی، جیغ، اشک، دروغ و 3 نقطه است. ذهن ما آقا ناخودآگاه میپذیره که این واقعیته، زندگی واقعی اینه، من نباید دنبال اون چیز نرماله باشم، دارم میبینم اینه، واقعیت اینه. و این برنامه تقلید خیلی ناحرفه‌ای از یه سری برنامه‌های ترکی و هندیه که قطعاً میشناسید یا دیدید یه سری جاها. و این اتفاق برای مغز ما میفته که از اون لحظه به بعد ارتباطای واقعیمون هم دنبال دقیقاً همون الگوها میگردیم. چرا هیجان نداره؟ این آدم چرا خیلی خوبه؟ حتما الکیه. چرا اون آدم به اندازه اون آدمایی که تو برنامه بودن برای من نمیجنگه؟ سر من رقابت نمیکنه. متوجه شدین چی شد؟ در واقع داره رابطه های واقعی رو خراب میکنه، در صورتی که خودش واقعی نیست. اگه واقعی بود اوکی، یه چیزی یاد میداد به تو، هم فال بود، هم تماشا، هم داشتی یک برنامه قشنگ رو تماشا میکردی، هم یه چیزی یاد میگرفتی. وقتی الگوی یه چیزی مصنوعی باشه، تو بعداً تو زندگیت هم دنبال یه سری چیزای مصنوعی میگردی و این میشه ناکامی های فراوان برای تو، نه برای هیچ کس دیگه ای. سومین مورد، اعتیاد به نمایشه. الگوریتم یوتیوب ثابت کرده که محتوای دراماتیک، پر از کشمکش، احساسات شدید، جنجال و حواشی بیشتر دیده میشه. پس چی بهتر از اینکه ما از اینجور چیزا تو برنامه‌مون استفاده کنیم که بیشتر دیده بشه؟ درسته داشتن رکورد پر ویو ترین ویدیوهای یوتیوب فارسی در کمترین زمان، درسته فوق‌العاده
افتخار بالاییه، چون یوتیوب فوق‌العاده الگوریتم سختی داره، سوشال مدیای سختیه، گرفتن ویوهای بالا توش واقعا هنره و کار سختیه. اما این زمانی ارزشمنده که اون ویدیو، اون محتوا به غیر از این چیزا باشه، به غیر از کلیشه و احساسات و ال و بل و چیزای زرد و چیزایی باشه که خب آنردی قراره که اون ویوی بالا رو بگیرن. اوکی؟ پس برنامه‌ای که صرفاً یه ویوی بالایی گرفته قرار نیست افتخار باشه. گفتم گرفتن ویوی بالا که یوتیوب کار سختیه، ولی اینکه تو چه راهی اون ویو رو بگیری و اون راه واقعا ارزشمند باشه یا نه، یه کمکی بکنه یا نه، واقعا کار سختیه. سازنده این برنامه و تیمش دقیقاً از الگوریتم یوتیوب پیروی کردن، همونطوری که من همین الان این ویدیو رو هم همون الگوریتم تطبیق دادم و سعی کردم از اون طریق سئو بگیرم، از اون طریق دیده بشم، اما در چه جهتی؟ اوکی؟ حتما ویدیوی من کمتر از اون دیده میشه، ولی جهت ویدیوی من، مخاطبی که ویدیوی منو میبینه شاید از درصد زیادی از افرادی که اون ویدیو رو میبینه آگاه‌تر بشه و همین مهمه، نه صرفاً عدد ویو. این برنامه میاد یه برشی از یه دعوا، جیغ، اشک، شوکی رو به شما نشون میده، همون قلاب باعث میشه شما برید اون ویدیو رو ببینید بدون توضیح، بدون مقدمه، فقط شاک، و تو برای دیدن، برای آدرنالین بیشتر، برای دوپامین بیشتر کلیک میکنی و تمام میبینیش و این تو رو معتاد میکنه، همونطوری که میدونی. اما همونطوری که گفتم ما فقط دنبال دوپامینیم. بعد یه مدت دیدن این برنامه تو دیگه دنبال اون عشق ابدی، اون موضوع، کانسپت اون برنامه نیستی. تو فقط دنبال اون هیجانی هستی که توی اون شو فقط میتونی هیجان رو بگیری، اون دوپامینه رو بگیری. چهارمین موضوع اینه که مسئله فقط عشق نیست. مهم نیست که این برنامه با اسم عشق ابدی ساخته شده، یه موضوعی داره، قراره به اون موضوع بپردازه، اما اون موضوع رو گذاشته پشت در و فقط سعی کرده با هر چیزی و هر کاری خودش رو وایرال کنه، مخاطب رو جذب کنه و تو این کار موفق بود. برنامه‌های مثل عشق ابدی فقط رابطه‌های واقعی رو نمی‌کشن، اونا الگوهای ذهنی ما رو می‌ریزن تو سطل آشغال. واقعا چطوری؟ هرچی بیشتر این برنامه‌ها رو ببینی، از زندگی واقعی، از رابطه سالم گذر می‌کنی، به سمت رابطه پرتنش میری. این یک، کم کم به جای خودشناسی دنبال تایید دیگران میگردی، کم کم به جای اینکه دنبال آدم مناسب باشی میشینی میگی که من همین که هستم باشم. آدم خفنه خودش میاد و خودتو هیچ رشدی نمیدی، دنبال وایرال شدن میگردی، دنبال نشون دادن خودت به هر قیمتی میگردی و کلاً تاثیر ذهنی بدی روی ناخودآگاه تو میذاره. من قبلا گفتم بلایند دیت یا الان عشق ابدی، کدومش؟ میخوام یه تفاوت خیلی بزرگ بین بلایند دیت و عشق ابدی رو بهتون بگم، چون کسانی هستن که این دوتا رو میگن مثل همن و هیچ فرقی ندارن، جفتشون فرهنگ رو دارن نابود میکنن، جفتشون ذهنیتای ما رو دارن نابود میکنن. بیاین بذارین یه فرق بزرگی رو بهتون بگم. من حقیقتا قبلا ویدیو راجع به بلایند دیت گرفتم ولی هیچ وقت منتشرش نکردم، اما الان میخوام تو این ویدیو جفتش رو بهتون بگم. اول میریم از لحاظ نیت و ساختارشون با هم مقایسهشون کنیم. آقا بلایند دیت معمولا ساختاری داره که دو نفر میشینن با هم دیگه آشنا میشن، دو نفری که کاملا ناآشنان. همینجا یه هیت وارد ماجرا میشه که حالا من قرار نیست تو این ویدیو نقد کنم، هیت بدم یا هر چیزی، من هیتر نیستم. اوکی، اونقدر سطح خودتون رو نیارین پایین. صرفا اگر از یه چیزی خوشتون نمیاد و دوست ندارین که گسترش پیدا کنه، شما اون یه نفری باشید که روی اون ویدیو کلیک نمی‌کنید و باعث ساجست شدن بیشترش به افراد دیگه نمیشید. همین. تنها کار انسانی که از دستتون برمیاد همینه، نه هیت دادن، فوش دادن و اینا کارهای حیوانیه بیشتر. اوکی، بعد از اینکه اون دو نفر ناآشنا با هم دیگه آشنا میشن، حرف میزنن توی یه برنامه پر از کامera، یه هیت دیگه شاید قبول بکنن که به یک هیت دیگه هم برن. تا حالا اینش مهم نیست که بعد برنامه چه اتفاقی میفته، اما به نظر من مهمه، چون که اشتباه ترین کار اینه که تو با یک آدم ناشناس جلوی 1000 تا کامera با آمادگی قبلی، با یه سری سوالای خیلی دیفالت که میتونه طرف به سادگی برای حفظ اون ماسک خودش دروغ بگه میشینی صحبت کنی و تصمیم بگیری که دوباره همون طرف رو ببینی توی همون مدت کوتاه و تصمیم رو بگیری. اشتباه. اما بلایند دیت جنجال تو ذاتش نیست، یه سری سواله از دو طرف پرسیده میشه و یه اجرای تقریبا صادقانه هست. این قرار نیست جنجالی بشه، تو شرکت داده بشی، احساسات تو درگیر بشه، نه، شبیه یه مصاحبه خیلی ساده است. اما برنامه عشق ابدی
از اول ساختارش نمایشیه، کلا سناریو نویسی شده است، انتخاب شرکت کننده ها بیشتر بر اساس کشش‌های دراماتیکشون انجام میشه، نه اون تناسبای شخصیتیشون. میدونی خودتون فهمیدین چی میگم. همه چی انگار از قبل طراحی شده برای دعوا، شوک، درگیری و نمایش و دراما و اون چیزی که ویو زیاد فقط برای من بیاره. میدونی حتی اون فایدهه که اونا بعدن شاید بتونن با هم آشنا بشن و واقعا زندگیشون عوض بشه هم نداره. در همین هم گفتم دیگه بلایند فقط به مخاطب اجازه میده که اون برنامه رو ببینه، قضاوت نکنه، فقط بتونه ببینه. اما برنامه عشق ابدی تو به عنوان بیننده اون برنامه میری و بازیکن میشی. اول ویدیو گفتم تو رو درگیر خودش میکنه، باعث میشه احساساتت، مغز، روحت، روانت درگیر بشه، طرف میگیری، دلسوزی میکنی، خودتو میذاری جای اونا، همزاد پنداری میکنی و چیزای شبیه این. پس حواستون باشه گول برنامه عشق ابدی رو به عنوان یه راهنمای روابط عاشقانه ندونید. حواستون خیلی باشه که اون سعی کرده فقط با یه سری کارهای واقعا خوب برنامه ریزی شده، خوب سناریو نویسی شده و خوب بازیگری انجام دادن ویو زیاد بگیره. اما در نهایت بعد از اینکه این برنامه تموم شه، اون کسی که سود برده سازنده اون برنامه است، اون کسی که ضرر میکنه تویی. من نمیگم نبین، فان نداشته باش، ولی حواست به تأثیری که اون رود میذاره باشه و بعد تصمیم بگیر برام ببینم یا نرم ببینم. مقاومت کن در برابرش. من بهتون بگم که این برنامه رو خودم ندیدم، من از یه دوست روانشناسم خواهش کردم که این برنامه رو ببینه و نظراتش رو برای من بگه که من بتونم این ویدیو رو برای شما بسازم. پس اگه دوستش داشتید یا خواستید به دیگرانم بگید که چرا نباید این برنامه رو دید و یا آقا داستان این برنامه ها چیه، حتما این ویدیو رو بهش نشون بدید. برنامه‌هایی مثل بلایند دیت شاید سبک زندگی غربی رو نشون بدن، اما لااقل ادعای آموزش یا نجات عشق رو ندارن. اما عشق ابدی با نقاب مشاوره احساسی و عشقی داره عشق رو تقلیل میده به رقابت، دروغ و درام. اینجاست که باید حواستون رو جمع کنید. چون مسئله فقط این که من یه شو رو دارم میبینم چقدر سرگرم میشم، وای چقدر جالبه، نیست. مسئله اینه که ذهن ما داره بدون اینکه حواسمون باشه یه چیزایی رو یاد میگیره که اگه یادشون بگیره برای اینکه از این ذهن بخوای اینا رو بیرون کنی باید کلی سختی بکشی که واقعا نمیارزه. ذهنمون داره آموزش میبینه که عشق یعنی هیجان، یعنی شوک، یعنی بالا پایین، یعنی ثبات نداشتن، یعنی آروم نبودن، یعنی سالم نبودن. آیا میخواین این تاثیر روتون گذاشته باشه؟ من الان نمیام بهتون بگم برید به جای این برنامه‌های مبتذل فلان بسار بشینید برنامه‌های آموزش رشد فردی رو. نه، نمیام همچین چیزی بهتون بگم. میام بهتون میگم که اون تایمتون رو بذارید یه فیلم طنز ببینید، یه فیلم باحال ببینید، مثلا یه فیلم عاشقانه ببینید، ویدیو یوتیوب ببینید، این همه پره ریخته. یه چیزی که دوست دارید حالتون رو خوب میکنه، فیلم ببینید، سریال ببینید، هر چی. و واقعا اون تایم رو بذارید حالتون رو خوب کنید، خوش بگذرونید، یه فان واقعی بدون تاثیرات روانی داشته باشید. یه عالمه فیلم خفن تو دنیا هست که تو هنوز ندیدیشون، به جای این برو اونو ببین. و یا حتی اگه دوست داشتی چیزای رشد فردی ببین، اونام هست. ولی من بهت نمیگم به جای این برو اونو ببین داری عقب میمونی، نه. به جای اون اگر دنبال فانی، اگر دنبال این هستی که یه چیزی باشه که زندگی تو از این یک نواختی در بیاره، یه چیزی ببینی، یه خوشی بگذرونی، یه چیز جدید ببینی، کلی چیزای جدید قشنگ تو دنیا هست که هنوز ندیدی، یا برو ببینشون. اگه تا اینجا گوش دادی یعنی برات مهم بوده و خوشحال میشم که حتما این ویدیو رو به کسی که برات مهمه نشون بدی تا این طرز تفکر رو با اونم شیر کنی و شاید بتونی یه کمک خیلی بزرگی بهش بکنی. نظر خودت هم راجع به این برنامه‌ها و اینکه آیا می‌بینیشون، آیا اگر دیدیشون نظرت راجع بهشون چی بوده برام توی کامنت‌ها بنویس، حتما میخونمشون. اگر این ویدیو و ویدیوهای نظیر این راجع به رشد فردی مخصوص دخترها دوست داری به جمع پادکست دنج خودمونی بپیوندی، حتما چنل رو سابسکرایب بکن و آدرس اینستاگرام و چنل تلگرام من اینجا برات میاد. داخل چنل تلگرام یه عالمه کتاب و پادکست و کلی چالش‌های خفن با هم دیگه داریم. حتما اینستاگرام منم داشته باش، چون قراره اونجا از روند چالش‌هایی که با هم دیگه میذاریم، ولاگایی که میگیرم و چیزایی که اینجا نمیشه گفت اونجا بهتون میگم. پر از محتوای خفن اونجا نداشته باشینش به نظر خودتونه، به من چه.
آدرسش براتون اینجا میاد. سابسکرایب و فالو یادتون نره. تا ویدیوی بعدی فعلا.